سلام، به کانال داستان‌های انیمه شده خوش اومدین. لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره. پدر من پوست تیره‌ای داشت و من شبیه بابامم، ولی مامانم از این قضیه متنفری و نمیخواد که من شبیهمون باشم. واسه همین هر روز قبل اینکه بیرون بریم کلی کرم پود به پوستم میزنه که شاید یکم پوستم روشن‌تر بشه و شبیه به خودش بشم. روزی که پدرم ما رو ترک کرد و دنبال خوشگذرونی خودش رفت، مادرم وارد رابطه‌های زیادی شد، ولی هیچ کدوم پایدار نبوده و تنها دلیلش هم من بودم. خداحافظ دختر، دیگه شبا رو تنها بگذرون. به هم زنگ میزنی؟ ها، تا حالا دخترتو دیدی؟ فکر میکنی با این وضعیت میشه با تو ازدواج کرد؟ همه فکر میکنن تو به هم خیانت کرده، با یه مرد سیاه‌پوست بودی. دیگه نمیخوام نه خودتو نه دخترتو ببینم. بعد از چندین بار که رابطه مادرم به نتیجه نرسید، اون از این مطمئن شد که تقصیر منه و به این فکر افتاد که با آرایش پوستم من رو سفید پوست نشون بده که هیچ کس متوجه رنگ تیره پوست من نشه. یه روز مادرم من رو جلوی آینه بود و کیف وسایل آرایشیش رو باز کرده با قلم و پد شروع کرد به آرایش کردنم. مامان داری چی کار میکنی؟ مادرم شروع کرد به آرایش و با اینکه من خیلی ناراحت بودم و داشت گریم میگرفت، ولی اصلا براش مهم نبود. دیگه کافیه، دیگه حوصله‌تو ندارم. حداقل اینجوری کسی نمیدونه که سیاهی. اگه کسی هم پیشت بود گریه نکنی یا وگرنه پود پاک میشه. از اینکه مادرم منو سیاه صدا میزد، ولی هیچ وقت ناراحت نشدم، چون میدونستم شبیه پدرم و بهش افتخار میکردم. از اون روز به بعد مادرم هیچ وقت اجازه نداد که بدون آرایش بیرون برم. اما بعد از چند ماه فهمیدم که پوستم یه سری جوش و لکه برداشته و خواستم آرایش رو پاک کنم، اما از مادرم ترسیدم و رفتم که اجازه بگیرم. مامان، کل صورتم پر جوش و لکه شده، فکر کنم پوستم به این کرم پود حساسه. لطفاً دیگه روی صورتم مدن، خیلی زشت شدم. نگران نباش، داره کسی به خاطر چند تا جوش ساده نمرده. مادرم روی این تصمیمش خیلی مصمم بود و میخواست تا زمانی که من کنار زندگی میکنم همیشه آرایش کرده باشم. بالاخره مادرم با یه مرد ثروتمند آشنا شد و اون آقا هم عاشق مادرم شده بود. مادرم هیچ وقت اجازه نداد من رو آقا رو ببینم و فقط میدونستم اسمش سامیه. هیچ وقت منو سر قراراش نبرد. فقط یه بار سامی رو دیدم که مادرم اصلا اجازه نداد باهاش حرف بزنم و فوراً من رو به اتاقم برد. بعد از مدتی اونا تصمیم به ازدواج گرفتن و مادرم اجازه داد که روز عروسیش حضور داشته باشم. اما من احساس ترس داشتم و به این فکر کردم اگه ناپدری داشته باشم مادرم منو کلاً فراموش میکنه و همیشه باید تو تنهایی بمونم. واسه همین اشک از چشام جاری شد و تو تنهایی شروع به گریه کردم. ولی موقع عهد بستن مادرم با سامی از اتاق اومدم بیرون و تو جمع ظاهر شدم که ناگهان صدای فریاد یه نفر رو شنیدم که گفت عروسی رو متوقف کنید. زمانی که سامی سرش رو برگردون صورت منو دید که در حال گریه کردن بودم و آرایش صورتم پاک شده بود و رنگ تیره پوستم نمایان شده بود و مادرم شوکه شد و همه واقعیت رو دیدن و مادرم شروع به دفاع کردن از خودش کرد. من حس کردم که رنگ پوست دخترم حتما یه مشکلی تو رابطمون ایجاد میکنه. به خاطر همین من پوستش رو با کرم پود پوشوندم که تو رو از دست ندم. الانم نگران نباش، من تو رو میخوام، هر کاری که بگی میکنم. و مادرم سرش رو چرخوند که سامی رو بوس کنه، اما اون نذاشت و مادرم رو هل داد. چی؟ باورم نمیشه تو همچین دروغی به من گفتی. اون دختر هیچ گناهی نداره که پوستش تیر است، گناهی هم نداره که مادرش تویی. دخترت هر جوری که هست خیلی هم خوشگلی، اینم بدون. اصلا رنگ پوستش برام مهم نبود، اگه از اول میگفتی اصلا شاید کار به اینجا نمیکشه. و این بار من از یه غریبه محبت و عشق گرفتم. اون فوراً آرایش صورتم رو پاک کرد و به من گفت نمیذاره دیگه کسی اذیتم کنه. فوراً به پلیس زنگ زد و ماجرا رو براشون گفت. پلیس هم به اونجا آمد و مادرم رو با خودشون بردن و عروسی کلاً به هم رفت.
از اون ماجرا به بعد من هیچ وقت مادرم رو ندیدم. اون مثل بچه خودش ازم مراقبت کرد و محبتی که به من داد هیچ وقت از مادرم ندیده بودم. اون تصمیم گرفت که من رو به فرزندخوندگیش قبول کنه. امیدوارم از داستان خوشتون اومده باشه. برای داستانهای بیشتر لطفاً ما رو لایک و سابسکرایب کنی و ویدیومون رو به اشتراک بذارید.